خب سلام بچه‌ها. امروز قراره که بهتون یک برنامه معرفی کنم که باتون لگوی مختص کانالتون یا برند یا چیزی که مثلا عکس پروفایل اینا لازم دارید برای خودتون بسازید. خب حالا اسم برنامه ما هستش اسپورت لوگو هستش که اینم تصویرشه ببینید. میتونید اینو از داخل فروشگاه دانلود کنید. خب وقتی که ما واردش میشیم اصلا باید بگم بهتون که این برنامه نیازی به اینترنت نداره، ولی اگه اینترنت رو وصل کنید یکم سرعتش میره بالا. حالا من یکم الان یکم بالا من حالا اینترنت ندارم، باید اینترنت یکم صبر کنم تا بیاره بالا واسه. الان آورد. بعد وقتی که اینو آورد باید بزنید روی این گزینه زبدر این بالا. وقتی که زدیم روی گزینه، بعد از اینجا اسم همون برند یا همون اسمی که لوگو میخواد داخلش باشه رو باید بنویسیم، یا به انگلیسی یا به فارسی، فرقی نداره. حالا من مثلا به انگلیسی می‌نویسم، امیر. بعد وقتی که نوشتم امیر باید بزنم روی این گزینه. خب حالا من میزنم روی این گزینه. خب همینطور که میبینید اینا رو بالا آورد، باز کرد. و اگه شما میخواستید بازم این اسم که میخواستین رو عوض کنید، باید بزنید روی این گزینه اینجا و این اسمی که اینجا نوشته رو میتونید دوباره ویرایش کنید. خب وقتی که اینا انجام دادید میرید از اینجا انتخاب، مثلا هر کدوم از اینا که مد نظرتون بود. مثلا اینجا داره خیلی چیزا داره. حالا من مثلا اینو انتخاب میکنم، یک بار روش کلیک میکنم، بعد واردش میشم. اینجا چند بخش داره که از اینجا میتونید مثلا رنگش و چیزاش اینا تغییر بدید. اینجا باید فونتش رو فکر کنم تغییر بدید. اینجا که میتونید پس زمینه‌اش رو تغییر بدین، یعنی اینجا رو تغییر بدین. بعد اینجا هم که نمیدونم یادم نیست. خب اول ما از این گزینه شروع میکنیم. وقتی که بریم واردش میشیم از اینجا میتونید که مثلا اسم رو تغییر بدید دوباره، که میتونید این اسمی که اینجا نوشته شده رو عوض کنید. خب حالا من نمیخوام اینو عوض کنم. بعد گزینه بعدی اینه که وقتی روش بزنید میتونید فونتتون رو عوض کنید. مثلا نگاه من روی میزنم، مثلا امیرای مثلا خود فونتش فرق داره. مثلا نگاه الان فونتش فرق کرد. این فونت فقط برای انگلیسی کار میکنه ولی برای فارسی هم فکر کنم کار کنه. حالا مثلا من اینو انتخاب میکنم. بعد گزینه بعد اینجا رنگه که رنگ همون متن یا نوشته‌تون رو میتونید انتخاب کنید برای خودتون. من مثلا از اینجا اینو انتخاب میکنم. خب گزینه بعدی اینه که میتونید اندازه فونتتون رو یا میتونید بزرگ کنید یا کوچیک. مثلا انقدر خوبه. از روی خود صفحه میتونید که اینا رو بگیره روش و وقتی نگاه دارید میتونید تکونشون بدین. خب گزینه بعدی اینه که فاصله بین فونت همون نوشته‌تون رو زیاد میکنید یا کم. حالا مثلا همینقدر خوبه فاصلش. این مثلا همون سایزی که درست کردین رو میگیره، عرضش رو کوچیک میکنه یا بزرگ میکنه. حالا من همین این خوبه. اینه که مثل سه‌بعدیش میکنه دیگه، میخوابونه، مثلا میخوابونه به اون طرف یا میخوابونه به این طرف، فرق نداره براش، هر طور که دوست دارید. اینجا هم که سه‌بعدیه که همونطور که میبینید مثلا نوشته‌تون رو سه‌بعدی میکنه. و این چیه؟ حالا این مثلا اینطوری میکنید. یه قصب کنم من اینو مثلا من بزرگش کردم. خب اینو میزنم اینطوری میره بالا میاد پایین. مثلا میتونید اگه نوشته‌تون زیاد باشه میتونید کوچیک کنید و دور این شکل بپیچید، مثلا دور همین شکلی که دوست داشتید. بعد وقتی که از اینجا تموم بشیم میایم اینجا مثلا همین رنگی که دور اینا کشیده شده
مثلا دورمون نوشته تو، مثلا مثل این نکنیم، مثلا رنگ قرمز، مثلا از اینجا واسه انتخاب کنم ببینید مثلا مشکی، دیدید هم تغییر کرد. بعد اینجا این رنگ دور همین کلش، مثلا قرمز، مشکی، خاکستری، تمام اینا میتونید درست کنید هر کدوم که دوست دارید. اینجا هم که میزنید پشتش تصویر زمینش عوض میکنه و مثلا اینو که الان زدید بعد اینو میزنید، بعد وقتی که میخواستین اینو برداری مثلا برید درست کنید واسه خودتون، روی این گزینه تیکه میزنید. حالا من میزنم. خب حالا وقتی که زدید از اینجا میتونید مستقیم دانلود کنید، از اینجا میتونید بفرستید داخل اینستاگرام، از اینجا میتونید بذارید داخل فیسبوک. ولی من مثلا از اینجا میخوام که وقتی که روی این سه نقطه بزنید میتونید همرسانی کنید. مثلا من میخوام ببرم داخل اینشات، روی اینشات کلیک میکنم، بعد از اینجا میتونم تصویر زمینه‌شو میتونم واسه خودم عوض کنم. مثلا من میخوام برم از اینجا یه دونه از اینا رو مثلا من انتخاب میکنم، بعد روی اینجا میزنم. حالا ببینید این درست شد، میتونم واسه خودم درست کنم. بعد که درست کردید میزنید روی صادرات. وقتی که روی صادرات زدید تصویرتون درست شد دیگه، الان آماده شد. و ممنونم که شما تا اینجا ویدیو با من بودید با این برنامه خیلی خفن که اسمش هم هست اسپورت لگو. خیلی ممنونم تا اینجا ویدیو بودید. حتما کانالمو ساب کنید و یک لایک هم اون بغلم بزنید که من انرژی بگیرم. خدا نگهدار.